سینمای ایران همیشه از شاهکارهایی بوده که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی درخشیدند. در این ویدیو می‌خواهیم به چند فیلم برتر تاریخ سینمای ایران بپردازیم. فیلم‌هایی که قلب مخاطبان را تسخیر کردند و افتخارات بزرگی کسب کردند. فیلم گاو، داستان غم‌انگیز و روانشناختی که سینمای ایران را به جشنواره‌های جهانی معرفی کرد. فیلم باش و غریبه کوچک، ترکیب زیبایی از جنگ، خانواده و فرهنگ ایرانی. فیلم جدایی نادر از سیمین، اولین اسکار سینمای ایران. فیلم طعم جیراز، برنده نخل طلای کن و شاهکار مینیمال از زندگی مرج. فیلم قیصر، فیلمی که موج نوعی سینمای ایران را آغاز کرد. فیلم هامون، تلفیقی از فلسفه، عشق، بحران‌های شخصی. فیلم خانه دوست کجاست، سادگی و زیبایی در دل روستاهای ایران. فیلم بچه‌های آسمان، داستانی تاثیرگذار از فقر، عشق و خانواده. فیلم شهر زیبا، تصویر واقعی از جامعه ایران با داستان عمیق. فیلم نفس، روایتی شاعرانه و متفاوت از کودکی در بهبوی جنگ. اینها تنها گوشه‌ای از آثار جاودانه سینمای ایران هستند. فیلم‌هایی که قلب ما را لمس کردند و جهانیان را تسخیر واداشته. اگر فیلم دیگری مد نظر شماست که در این لیست نبود، حتما در کامنت‌ها بنویسید. سینما همیشه با ماست، چون زندگی ما را بازگو می‌کند. اگر از این ویدیو لذت بردید، کانال ما را دنبال کنید تا در سفر به دنیای سینما همراه ما باشید.